نخواستم تجدید بشم ولی خودم گفتم بذار تجدید بشم تابستونیه بر خودم درس بخونم چه ول بشم تو کوچه. رفتم پیش معلمم گفتم آقا ما باید تجدید بشیم. ولی گفت برای چی تجدید بشیم؟ گفتیم آقا ما خیلی علاقه به درس داریم به خاطر همین باید تجدید بشیم. بعد گفتش که نه آقا مجید شما باید بگردیم باید بریم تو باغا و دریا و استخر رو بریم بگردیم خوش بگذرونیم. بخواد تجدیدش چیکار؟ نه آقا ما الو بلو مجید گفتش که نه شما باید بریم بگردیم. بعد گفتیم نه آقا ما اهل گردش اینا نیستیم ما اهل علمیم دوست داریم ترقی کنیم هواپیما بسازیم هلیکوپتر بسازیم قطار بسازیم. اینقدر براش توضیح دادم خیلی هم اصرار تمنا کردم. بعد معلممون خوشش اومد گفت باری کلا به تو بچه باری کلا که اینقدر به علم و ترقی علاقه داری.